با درود، من آتین. آزمایش صفحه 76 علوم سوم دبستان، فصل 10. نیرو همه جا 2. زمین چه اجسامی را با نیروی بیشتری به طرف خود می‌کشد؟ وسایل لازم: فنر یا کش، ترازو، خطکش، متر، گیره کاغذ، اجسام مختلف: سیب، موز، جامدادی، کتاب و مقداری نخ. جرم هر کدام از اجسام را با ترازو اندازه‌گیری و یادداشت کنید. در این جدول زیر. خب سیب 100 گرم. سیب 100 گرم. کتاب 300 گرم. ماشین حساب 10 گرم. و پانچ 110 گرم. سپس آنها را به فنر یا کش وصل کنید و بعد از کشیده شدن فنر یا کش طول آنها را اندازه بگیرید و در جدول زیر بنویسید. خب اولین جسم ما سیبه. سیب قرار میدیم. نصف رو برمیدیم. 13 سانتی متر. سیب 13 سانتی متر. جسم بعدی کتاب. شانزده سانتی متر. ماشین حساب متر. سیزده سانتی متر. و در آخر پنج. چهارده سانتی. با توجه به اطلاعاتی که در جدول بالا یادداشت کرده اید بگویید فنر در کدام جسم بیشتر کشیده شده است. چه نتیجه‌ای میگیرید؟ ببینید بچه‌ها، فنر در کتاب بیشتر کشیده شده است و جرم کتاب بیشتر از بقیه است. پس نتیجه میگیریم هرچه جرم جسم بیشتر باشد فنر بیشتر کشیده می شود. یعنی هرچه جرم جسم بیشتر باشد زمین با نیروی بیشتری آن را به خود می کشد، به سمت خود می کشد. بدرود تا درود دیگر.